سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من برای پیدا کردن پوزیشن تحصیلی چیزی حدود 1500 تا 2000 تا ایمیل فرستادم و این کار با استفاده از یک نرم افزاری که به زبان پایتون نوشته بودم انجامش دادم. ایده اولیه‌اش رو که از دوستای خوبم احسان پایه‌گذاری کرد و من متناسب با نیاز خودم تغییرش دادم و چند وقت پیش وقت کردم که بشینم سرش دوباره و به یک نحوی تغییرش بدم که هر کسی بتونه ازش به راحتی استفاده بکنه. و توی این ویدیو قراره که بهتون یاد بدم که چطور از این نرم افزار استفاده کنید. اول از این کاری که میکنیم میریم سایت گیت هاب و پروفایل من دانیال عبرت هست. میام اینجا توی ریپازیتوری، لینک مستقیمش رو هم براتون میذارم برای راحتی کار و این پروژه پروف میلر هست. تمام اطلاعات مورد نیاز تو اینجا هست. نیازی نیست که هیچ کلمه‌ای از پایتون بلد باشین، نیازی ندارین برنامه‌نویسی بلد باشین و به راحتی میتونید از این پروژه استفاده بکنید. تمام اطلاعاتش رو دقیق اینجا توضیح دادم. سعی کردم که به کامل‌ترین شکل ممکن توضیح بدم که ابهامی وجود نداشته باشه و چیزهایی که مورد نیاز هست برای استفاده از این، اولیش این هستش که یک جیمیل اکانت باید داشته باشین و تو این جیمیل اکانتتون تو وریفیکیشنش هم باید اینیبل باشه. اینجا لینکش رو هم براتون گذاشتم و پسوردی که برای این در واقع اپلیکیشن استفاده میکنید پسورد جیمیلتون نیست و یک اپ پسوردی هستش که گوگل این قابلیت رو میده برای اپلیکیشن هایی که به صورت غیر مستقیم میخوان وصل بشن به جیمیل شما. یه اپ در واقع یه اپ پسورد جنریت میکنین، یک پسورد جنریت میشه و میتونید از اون استفاده بکنید که باز مجدد لینکش رو اینجا براتون گذاشتم. این در صورتی براتون فعال میشه که تو استپ وریفیکیشن رو اینیبل کرده باشین حتما. خب باقی توضیحاتش اینجا هست. خیلی خلاصه میرم که براتون یک دمو نشون بدم که چیکار باید انجام بدین. میرین داخل این کوشه میشین، اینجا profmailer.exe این فایل رو دانلود میکنین که فایل اصلی برنامه هست و اینجا هم توی پوشه سامپل فایلز من فایل های سامپل رو تحت عنوان یک فایل رب براتون قرار دادم که میتونید اینجا هم این فایل رو دانلود بکنید و میایم اینجا. اینم که برای ویدیوهای قبلیه، نمیخوامشون، یه پاکشون میکنیم. اینم پاکش میکنیم. الان فرض بگیریم که اینا رو دانلود کردیم. خب اولین چیزی که من توی فایل های سامپل میخوام بهتونشون بدم، خب اینا رو اول اکسترکت میکنم. مهمترین فایلی که ما باش سر و کار داریم و در واقع شما این رو هی مدام تغییر خواهید داد، یک فایل CSV هست تحت عنوان لیست که در واقع برنامه اصلش میگه این میچرخه که در واقع یک فایل اکسلی که شما هی مدام آپدیتش میکنید. اینجا اسم استاد رو مینویسیم بدون هیچ پیشوند یا پسوندی، اینجا ایمیلش رو مینویسیم، دانشگاه رو مینویسیم، سند استاتوس وقتی استادی رو وارد این لیستتون میکنید در ابتدا باید 0 باشه. وقتی که ایمیلی بهش فرستاده میشه برنامه به صورت اتومات این رو یکش میکنه و دیگه توی رانهای بعدی فرستاده نمیشه ایمیل به کسی که سند استاتوسش در واقع 1 هست. بعضی اساتید ممکنه که بگن که یک سابجکت مشخصی رو بذارین، مثلا بزنین که چه میدونم فال 2024 مثلا یه همچین چیزی. بعضی مشخص نمیکنن. شما میتونید متناسب با هر استاد سابجکت مشخصی رو بنویسید یا اینکه نان بذارید و بذارین که در واقع به صورت اتومات یه سابجکتی که من مشخص کردم نوشته بشه که فکر میکنم پرسپکتیو graduate student همچین چیزی هست. ولی خب بهتره که اون چیزی که مد نظر خودتون هست رو بنویسید. ترانسکریپت بعضی اساتید میگن که خب ترانسکریپت رو هم بفرستین. خب اینجا براش true میذارین. بعضی میگن که نفرستین، false میذارید. این فیلد مهمترین قسمت این لیست هستش. شما متناسب با هر فیلدی که در اون استاد داره ممکنه که بخواین مطلب متفاوتی بفرستین، ایمیل متفاوتی باشه، اصلا رزومه متفاوتی ممکنه باشه و خب این فیلد بهتون اجازه رو میده. شما متناسب با هر فیلدی که
دارین اینجا مشخص کردین، باید دقیقاً به همون شکل یک رزومه مشخص داشته باشین و یک تمپلیت مشخص داشته باشین. مثلا فرض بگیرین که من برای دو تا فیلد مشخص ماجیک و دارک آرت اپلای میکنم. یه تمپلیت دارم برای اساتیدی که تو حوزه ماجیک هستن، میخوام بهشون ایمیل بزنم. یه تمپلیت دارم برای اساتیدی که تو حوزه دارک آرت هستن و همچنین رزومه مختص به خودشون رو هم دارم. و گروپ هم اگر مثلا استادی لب مشخصی داره، اسم مشخصی داره، خب میذارین، اگر نه نان میذارین. حالا فرض بگیریم که مثلا برای سمپل فایلمون من یک در واقع پروفسور اسنیپ یه گروهی داره تحت عنوان دارت. اینو من سیو میگیرم و اینجا هم خب میتونید ببینید در واقع تمپلیت هایی که بعد داشته باشین. اینجا من متناسب با هر کدومشون یک رزومه تحت در واقع فایل پی دی اف دارم که در واقع پریفیکس دانیال ابرد سی وی و این در واقع دقیقاً اسم فیلدی که میخوام براش اپلای بکنم و به همون شکل برای دارک آرت و به همین شکل در واقع تمپلیت ایمیل رو هم تحت عنوان HTML فایل دارم. خب HTML فایل چیه؟ یه سمپلش رو مثلا باز میکنیم. یه همچین فایلیه که در واقع اسم استاد میاد اینجا جایگذاری میشه، اسم دانشگاه جایگذاری میشه، اسم گروه اگر گروهی وجود داشته باشه جایگذاری میشه و بقیهش رو هم هر چی که در واقع خودتون میخواید میتونید بنویسیم. مشخصا خیلی از شما اصلا ممکنه ندونید فایل HTML چیه، هیچ اهمیتی هم نداره بدونید چیه. کافیه بیان اینجا wordhtml.com و فرض بگیم که یک فایل ورد هست، هر چیزی که دوست دارین بنویسین. مثلا سلام، من دانیال هستم، هستم و میتونید مثلا این رو بولدش بکنید و هر در واقع گزینه‌ای دیگه اینجا دارین میتونید استفاده بکنید. لزوما هم لازم نیست که از wordhtml.com استفاده بکنین. بسیار تول های مختلفی هست برای اینکه شما یک متن رو بنویسید و بگین که فایل HTMLش رو به من بده. و خب کافی که اینجا گزینه کلین رو بزنید و اینجا متن به صورت فرمت HTML براتون میاد و این رو در واقع کافیه کپیش بکنید و روی فایل های سمپل در واقع مثلا روی یکیشون یه راست کلیک میکنیم، اوپن ویت میاره یا ادیتینگ نوتپد یا نوتپد رو همه ویندوز ها دارن، میتونید استفاده بکنید. و کپی این فایل رو همش رو بگیرید و اون فایلی که اونجا براتون نمایش داده شده اون مطلب رو بیارین اینجا بذارین و به همین راحتی یه سیو بگیریم. یعنی برای ادیت کردن فایل های HTML شما کافیه توی نوتپد بازشون بکنید، اون مطلب رو بذارید اینجا و سیو بگیرید. بعدا میتونید خوب تستش رو هم بکنید. بذارین یکیش اصلا تست بگیریم. فرض بگیرید من اینجا یه دونه دیگه فایل HTML بیارم و اینجا مثلا بذارم تست. این رو بازش میکنیم، الان به این شکل هست. میاریمش اینجا، ادیت نوتپد رو میزنیم و فکر کنم نداشت میشه و درسته. میایم اینجا این فایل تستی که درست کردیم رو کپی میکنیم، میاریم اینجا توی این تمپلیت تستمون پیستش میکنیم و سیو میگیریم. جان بابا. خب میریم برای ادامه. خب این فایل رو در واقع این خروجی رو من اینجا گرفتم و با این کنترل S سیوش میگیرم و الان میتونیم این رو دوباره تستش بکنیم. سمپل تستی که اینجا هست میبینید که سلام من دانیال هستم و به همین راحتی براتون میاره و خب میتونید خیلی راحت استفاده بکنید ازش و نیازی هم نیستش که اصلا یک کلمه HTML بلد باشین
خب میریم که در واقع یک تست بگیریم. یک بار دیگه میگم خب به ازای هر فیلدی که شما دارین یک تمپلیت رو مشخصا باید داشته باشین و اسمش هم باید به همین شکل باشه، یعنی تمپلیت آندرلاین و اسم اون فیلد. و برای رزومتون هم همین شکله، در واقع یک پریفیکس مشخصی دارین، مثلا برای من دانیال آندرلاین ابرت آندرلاین سی وی و آندرلاین اون در واقع اسم فیلدی که براش دارم و فایل ترانسکریپت رو هم به همین نام ترانسکریپت سیو بکنید. خب این شد فایل های سمپل. حالا میریم ببینیم که چه شکلی کار میکنه. این پروف میل رو من رام میگیرم، اینجا توی مورینگ فورم میزنیم run anyway، چون خب یه اپی هستش که هم شکلی نوشته شده، خیلی سکیوریتی خاصی نداره و خیلی به هیچ در واقع جای خاصی هم وصل نیست بخوایم که نگرانش باشین و برات میتونید ازش استفاده بکنید. خب میاریمش اینجا و CSV فایل رو انتخاب میکنیم. من میام اینجا توی دانلود ها فایل سمپل. خب اولین فایلی که انتخاب میکنیم این فایل در واقع CSV هستش که بهتون نشون دادم و بعد یک فولدری که در واقع تمام تمپلیت ها و رزومه ها و ترانسکریپت داخل اونجا هست. در واقع مسیر اون پروژه رو باید انتخاب بکنیم که در واقع ما همین پروژه در واقع این فولدر سمپل فایلز رو انتخاب میکنیم و ایمیل رو می‌زنیم danial.ebrat. خب و پسورد رو میذاریم اینجا. رزومه فایل نیم پریفیکسش هم که برای من دیدین دانیال ابرت آندرلاین سی وی و میزنیم send emails. اون بالا به ما نشون میده که 2 تا ایمیل هست برای فرستادن و اولین ایمیل خب فرستاده شد به پروفسور دامبلدور و 1 ثانیه صبر میکنه برای اینکه شما یک محدودیتی دارین برای ایمیل فرستادن. بین ایمیل ها من در واقع فقط 1 ثانیه زمان گذاشتم اگر تعداد ایمیل هایی که میخواید فرستاده بشه زیر 30 تا هست. اگر بیشتر از 30 تا باشه 1 دقیقه من زمان برای صبر کردن گذاشتم. پس بهتره که ایمیل ها رو خیلی بیشتر از بچ های 30 تایی قرارش ندین ترجیحاً و حواستون باشه که در روز بیشتر از 500 ایمیل اجازه نداریم بفرستین و به همون ترتیب در 1 ساعت بیشتر از 30 ایمیل بهتره که فرستاده نشه، چون ممکن ایمیلتون فلگ بشه، بند بشین، اسپم بخوره و مشکلات این چنینی براتون به وجود بیاد. پس خیلی با احتیاط جلو بریم. خب میبینیم که ایمیل ها سند شد. بعد از اینکه چند دقیقه صبر کنیم میتونیم بریم که ببینیم ایمیل ها فرستاده شده یا نه. من یه دونه به ایمیل دانشگاهیم فرستادم که اینجا میبینیم ایمیل دریافت شده، اسم استاد جایگذاری شده و اینجا من یه پیام گذاشتم که فقط متوجه بشین که این در واقع تمپلیت استفاده شده و میبینیم که اسم گروه هم اینجا اضافه شده و فقط رزومه چیز شده آپلود شده طبق گروه. در واقع اون لیستی که داشتیم پروفسور اسنیپ درخواست ترانسکریپت نداشتن، همینطور که میبینیم فالس بوده و ادامه ماجرا. و همچنین روی اون یکی ایمیل هم میبینیم که اینجا با ایمیل بعدی رو دریافت کردیم برای پروفسور دامبلدور که رزومه فرستاده شده، ترانسکریپت فرستاده شده و تمپلیت هم تمپلیت ماجیک تمپلیت بوده و به همین شکل هر دو ایمیل با موفقیت دریافت شده. این هم طریقی که میتونید از این افزار استفاده بکنید. تنها نکته‌ای که هست اینه که پیشنهاد میکنم که حتما این
صفحه رو هم بخونید راجع به اینکه تو سرور اپلیکیشن رو چطور اینیبل می‌کنید و اپ پسورد چطوری به دست بیارین و راجع به تمام فایل های CSV تمام فایل CSV توضیح داده شده و اینکه فولدرتون به چه شکل باید باشه و اسم فایل ها به چه شکل باید باشه هم توضیح داده شده. اینجا یه اپ پسورد سمپل هم براتون آوردم که ببینید چه شکلیه. یک پسورد 16 حرفیه و رزومتون باید در واقع به این شکل باشه که یه پریفیکسی داره به اضافه این که آندرلاین اون فیلدی که در واقع مد نظرتون هست. تمپلیت ایمیل هم به همین شکل هست، تمپلیت آندرلاین و اسم فیلد مورد نظر. امیدوارم که به دردتون بخوره. کسایی که هیچ دانش برنامه‌نویسی ندارن خب به راحتی میتونن ازش استفاده بکنن. کسایی که دانش برنامه‌نویسی رو دارن خب به راحتی میتونن بیان اینجا و این پروژه رو کلون بکنن و به راحتی استفاده بکنن با تغییراتی که میتونن توی در واقع برنامه اصلی که profmail.py هست تغییراتی که مد نظرشون هست رو بدن و کد پیچیده‌ای هم نداره، به راحتی ازش سر برمیارین. امیدوارم که به دردتون بخوره. امیدوارم که پروف میلر مسیرتون رو هموارتر بکنه، کارتون رو سریعتر بکنه برای پیدا کردن پوزیشن های تحصیلی. و تو ویدیوی بعدی میخوام بهتون یاد بدم که اصلا این 2000 تا ایمیل رو از کجا باید پیدا بکنید. میخوام روش‌هایی باهاتون در میون بذارم که کمتر کسی دیدم که اصلا ازش اطلاعی داشته باشه. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار، مراقبت کنید.